در جمهوری بلاروس اعضای گروه موتورسیکلرانها با نام نشنی ولکی یا گرگان شبگرد به شهر برست وارد شدند، زیرا مرزبانان لیتوا به آنها اجازه ورود به قلمرو این کشور را ندادند. اعضای دیگر این گروه نتوانستند از سرحد لهستان به اتحادیه اروپا وارد شوند. گرگان شبگرد گروه است که با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روابط زیچ دارد. اعضای گروه نقشه دارند که به برلین سفر کرده 70 سالگی روز غلبه بر آلمان فاشیستی را همونجا جشن میگیرند. سروزیر لهستان ایوا کوپاش برنامه موتورسیکلرانهای روس را اغوا نامیده است. در بوسنیا و هرسگووینا بعدی حمله بالای یک پایگاه پلیس که با کشتار یک افسر و جراحت دو پلیس دیگر به انجام رسید، پلیس شهر زورنیک در حالت آماده باش قرار دارد. به قول پلیس سلاح به دست که نامش نردین ایبریچ بوده است با صدای بلند الله اکبر گفته بالای پایگاه پلیس حمله کرده است. در تبادل آتش مسئول حمله نیز به قتل رسیده است. زورنیک در بخش جمهوری سربسکا یعنی قسمت سربنشین کشور بوسنیا و هرسگووینا جایگیر است. ساکنان شهر پشاور پاکستان پاککاری این شهر و مناطق اطراف آن را شروع کردند. طوفان 26 اپریل به این شهر خسارات زیاد وارد کرد. حکومت پاکستان اعلام کرد که به عائله‌های ده‌ها قربانی این فلاکت معادل $5000 آمریکا کمک می‌رساند. تخمیناً 200 نفر دیگر که از طوفان زیان دیدند معادل $500 دریافت خواهند کرد. در پایتخت افغانستان شهر کابل فعالان جامعه شهروندی در یک مراسم رمزی سلاح گور کرده درخت شناندند. اعضای سازمان تازه بنیاد با نام گروه 31 میگوید افغانستان و رهبران مثل مهاتما گاندی نیاز دارد که عنعنه خودداری از خشونت را پیگیری کنند.